واصافم خوش اومدین به چنل آرپ شو. من پارسام. منم رامانم. آقا اومدیم با یه چالش فوق سمی، یه چالشی که خیلی محبوبه بین بروکس یوتیوب. جدی محبوبه؟ 100% قربان. ما هم خیلی خوشمون از این چالش‌های جنگی و پر تب و تاب و پر فراز و نشیب و خیلی دوست داریم. بله. چالش truth or lie، کدوم حقیقته کدوم راسته. برای بچه‌ها که نمیدونن سریع توضیح بدم. هر کدوممون 3 تا جمله رو میگیم، اون یکی باید حدس بزنه که کدوم 2 تا دروغه کدوم یکی راسته و سیستم به این صورته، بدون معطلی بدون به حرف اضافه بریم سراغ ویدیو. ولی قبلش ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید، چنل سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که اولین نفر با خبر بشید که ما براتون کی ویدیو میذاریم. بدون معطلی برو بریم. اول بنده شروع کنم جناب فروتن؟ بله شما قطعا باید شروع کنی. آقا بزرگتری بزرگتر. نه آقا ما شرافتی. آقا ما سنی ما این موها رو فقط تو آرایشگاه سفید کردیم. ببخشید خیلی تخریب نظرت میخوام. ببخشید آقا اشتباه کردم. بفرمایید. آقا سوال اول. بله. من تا حالا از مدرسه اخراج موقت شدم، تا حالا با معلم درگیر شدم، بله، و تا حالا ازم گوشی گرفتن. آخه شخصیتی که شما داری هر ستاش بهت میخوره راستش. این حرف شخصیت شروری داری شما. داداشم این حرف قشنگی نبود. شخصیت افسار گسیخته‌ای داری. ای داد مثل من نجیب نیستی که. نه مثل من شما نجب نیستی که. اجازه بفرمایید شما آرومی؟ من خیلی آرومم. همه چی هم من خیلی هم خوشحالم. شخصیت منجب، موجه، مسطح. مسطح آرام مستو. خب حدست چیه برادر؟ آقا من با توجه شناختی که از شما دارم گزینه اول. درود بر رامی رامای بزرگ. اولین سوالو سربلند ازش میاد بیرون. ولی کلا آقا درود بر تو. آقا میشه بفرمایید که چی شد اخراج شدی؟ جوگیر شدم که میخواستم بگم من مثلا ورزشکارم، مدال ورزشی داییمو گرفتم، ازش قرض گرفتم بردم مدرسه. بله. بعد بچه‌ها که مثلا دیدن گفتن چه خفن تو مدال مثلا شنا داری فلان، اینا گفتم آره این مدالم. شروع کردم اینجوری چرخوندن تو هوا، یکی رد شد خورد تو دندونش شکست. قهرمان دندون شکستن هم داریم دیگه. خب اینم یه قهرمان دیگه. بعد هفته اول کلاس اولم بود، یعنی بسم الله. این چنین اینم داریم دیگه حتما. بله قربان. حالا بریم سراغ سوال شما جناب رامی راما خانه بزرگی که یه دونه سوال اولم درست جواب دادی. بفرمایید. آقا تو 14 سالگی بردنم بازداشتگاه. تو 13 سالگی 2 شب تو پارک خوابیدم. تو 12 سالگی باغ همسایه رو آتیش زدم. اولی که 100 دزدیه حاجی، نبردنت بازداشتگاه. 14 سالگی نمیبرم بازداشتگاه. 14 سالگی تهش بشونن تو سمند کلان، یه چرخ بهت بدن که یه ذره بترسی دیگه، شیطنت نکنی. شما چی میگی؟ واقعا همسایه‌ام میتونی آتیش زده باشی اتفاقی تصادفی. دومی چی بود؟ 13 سالگی 2 شب تو پارک بخوابم. 13 سالگی 2 شب تو پارک خوابیده باشی؟ من میگم تو باغ میخوره به سیست آتیش زده باشی. باغ آتیش زدی. گزینه 3. باریکلا. آفارزاد اون چی بود؟ نوستراداموس. اون پیشبینی آینده. ولی خب خوب هستی. باریکلا. مخره. آقا من دیگه رفیق 100 سالمو نشناسم که دیگه کیو پس باید بشناسم. آقا نوبت بنده است که از شما بپرسم. بله بفرمایید. بله قربان. من تو بچگی تا حالا گم شدم. من بچگی با کارد دعوا کردم و تو بچگی بددهن بودم. اولی چی بود؟ تو بچگی گم شدم. ببین با کارد دعوا نمیکنه پارسا. شخصیت دعوایی نداره، شخصیت آرومی داره. اونجا شخصیت شرور شیطون داره ولی دعوایی نیست. این رده. خب سومی چی بود؟
سومی تو بچگی بد دهن بودم. ببین آدم بد دهنی هست. ای وای نه. من آدم بد دهنی هستی اما آیه سعید سکویی دیدی تو برنامه خانومش بهش زنگ میزنه بعد گوشی برمی‌داره میگه که الو جانم بعداً زنگ بزن. اصلا حرکتت قشنگ نبود جانم. شما هم الان اصلا حرکتت قشنگ نبود جانم. آقا من میگم گزینه 1. گزینه 1 من تو بچگی گم شدم. بله. متاسفم جناب من تو چه؟ بچگی با کارت دعوا کردم. این تو بچگی چون که جوگیر شده بودم به مامانم گفتم چاقو میخوام توپ دلایی کنیم. بعد اون بچهای محل یادم نیست واقعا چی کار کرده بودن. من با چاقو دنبالشون کردم اونا رفتن تو حیاط خونهشون. بعد من چاقو رو از زیر در پرت دادم تو خونهشون. بعد در عرض 10 ثانیه تا من برم تو خونه اونا دنبالم کردن. بچه‌ها بعدموزی داره. آره، دیگه ببخشید. لطفاً. دیگه عزیزه بعد میگم نگه لطفاً. ببخشید من معذرت میخوام. بفرمایید. حالا تو 10 سالگی دوستمو به خاطر ساندویچ زدم. 10 سالگی تو 10 سالگی از طبقه دوم مدرسه پریدم پایین. یا جیش کردم رو همکلاسیم به خاطر اینکه تقلب نرسوند. 100 تا سومی کردی حاجی. تو همین الانش هم ممکنه رو من جیش کنی. چه مثل 10 سالگی. اصلا چه حرفیه 103 آقا اشتباه اذیتم میکنی. کدومه؟ گزینه دوم درسته. چی بود؟ تو مدرسه آقا ما اومدیم یه شبکه‌ای بود خارجی نشون میداد که از اینجا میپرن. ما هم رفتیم مدرسه پنجره کلاس وا کنیم ای چقدر بلنده بپریم. ای وای من بعد ما یه همه بچه‌ها شدن همون شد اینجوری شدی. آره همه آسیب دیگه خوب نشدن دیگه. ایناست که ایناست بچه‌ها دیگه حالا بذار دیگه نگم دیگه بچه‌ها دیگه بدآموزی داره. آره یخ شما این کارو دونات رای دیستون. شما بفرمایید. آقا من برم برای سوال آخر. میریم سرسراغ سوالای آخر، سوالایی که برنده مسابقه رو تعیین میکنه. بفرمایید. میگه که من تا حالا سرم نشکسته، من قدم 180، من مدال ورزشی رزمی دارم. چه سوال سختی. ابر سخت. این الان دوتاش دروغه یکیش راسته یا دوتاش راسته یکیش دروغه؟ نه مثل قبلی هست دیگه. دوتاش دروغه یه دونش سرت حالا راسته. نشکسته، مدال ورزشی داری. و قدم هم 180. قدت که 180 نیست. بیشتره یا کمتره؟ بیشتره. درود بر تو. خب این یه دونه رو حذف کردم برات. این یه دونه ازه. درود بر تو. سرت هم نشکسته، چیزی شکسته هم وارسا قطعا. من سرم شکسته. آره. یعنی میگی که من مدال ورزشی رزمی ندارم و سرم شکسته. نه داری. من مدال رزمی دارم. میگی مدالت ببینم آخری چی بود؟ نمیتونی ببینی چون برای خودم جوابا رو چیز کردم. یاش که نه. وقت اشتباه نکنم. چی آخری؟ جواب آخری چیه؟ من مدال ورزشی رزمی دارم. من تا حالا سرم نشکسته. مدال ورزشی هم دروغه. من نمیدونم شما اینجا نه. آقا جلوی من آقا گزینه دوم حذفه. می‌کنی. گزینه دوم حذفه. مدال ورزشی هم اصلا نداری. من مدال ورزشی رزمی اصلا ندارم. نداری. هیچ. میمونه گزینه 1. یعنی من سرم تا حالا نشکسته. آره. متاسفم برات جناب فروتن چی که داری؟ شما باختی. چرا؟ من یه بار مسابقه کنفو شرکت کردم 2 تا حریفم نیومدن بدون مسابقه قهرمان شدم. آقا مدال دارم. خب مدالشو دارم چی؟ آقا من مدال نگفتم. اون مدال نمیارزه. اوه من نگفتم رزمی تقدیرم نمیارزه. من نگفتم رزمی کارم گفتم مدالشو دارم که دارم. آقا خیلی رندوم بود این خدایی. آقا رندومه مدال انگار اصلا من بیام بگم مدال مثلا 2 ماراتون دارم. میبینی که دارم. تو هم میتونی اینجوری بودم ماراتون شنا آمانه. 2 تا حریفم نیومدن بدون مسابقه دادن قهرمان شدن. می اومدید به خدا هیچی نبود. بوسش میکردی فرار. زمستون بود فکر کنم بنده خدا سرما خورده بود. بچه من سالم بودیم. ای خدا شانس ما رو نگاه کن حالا روبروی پانداگونفگار میاد. حالا ما بریم آقا بریم سال آخر که برنده رو مشخص کنی یا مساوی. داشت بارسا میخواد این بازی هم مثل چالش‌های قبلی سرورن بیاد بیرون. قهرمانی is mine. گود نایت. Victory is mine. آقا چی میگه؟
بریم آقا بریم. کل سال کنکورمو درس میخوندم، غلط کلاس کردی. کنکورم میرفتم، غلط کردی. کلاس کنکور رفتم و شبش تازه یادم افتاد درس بخونم. کل سال کنکورمو درس نخوندم. چی؟ کل سال کنکورمو درس نخوندم و کلاس کنکور میرفتم. یعنی کلاس کنکور میرفتی ولی درس نمیخوندی؟ درسته. کلاس کنکور میرفتم و درسم میخوندم. این که 100 دزدیه. کلاس کنکور رفتم و شبش تازه یادم افتاد درس بخونم. یعنی کلاس کنکور ثبت نام کردی نمیرفتی کلاس کنکوراتو؟ آره فقط شب کنکور یادم افتاد درس بخونم و آخرش اینه که کل سال کلاس کنکور رفتم ولی درس نمیخوندم. تو درس نمیخوندی ولی ممکنه کلاس کنکور رفته باشی. درس که قطعا نمیخون. اصلا یادمه که یه بار گفتی شب کنکور یا فهمیدی که فردا کنکور داری. اینو یادمه. درسته. اینو یادمه. بعد این هست میگم اون گزینه‌ای که کلاس کنکور ثبت نام کرده بودی نمیرفتی شب کنکور درس خوندی. یعنی تو میگی نگاه کن کل سال من جوابا رو ننوشتم. آره. کل سال کنکورمو درس میخوندم، کلاس کنکورم میرفتم. نه این نه. کلاس کنکور رفتم و شبش تازه یادم افتاد درس بخونم. کل سال کنکور درس نخوندم، کلاس کنکورم میرفتم. تو کدوم گزینه رو میگی؟ کل سال من میگم گزینه 2 چون این خاطره رو یادمه که شب کنکورت تازه فهمیدی فرداش درس داری. فرداش کنکور داری. آره کلا. اشرارسو وینر آف دیس چالش. آقا ما خیلی زایه بود. آخه ما شب کنکور فهمیدیم فرداش کنکور داریم. دیگه شبش با یه کتابا رو برداشته بودیم بریم کتابخونه درس بخونیم. دیگه داداشی من این خاطرهای قویه داره یادم نباشه که دیگه همین درب خروج سمت جبه. آقا یعنی میخوای بگی بردی؟ این چالش هم باختی. آقا چیکار چالش کنیم بعدی داداش؟ چی؟ آقا چالش از بعدی کامنت بذارید یه کانتری چیزی بازی کنیم، یه فوتبال دستی چیزی بازی کنیم، ما رو ببره یه ذره دلش خنک شه. تو این چیزا که همش داره من میبازه. خودم میبازم، من آدم خاکی. ای بابا بذار جورابای فردین عجیبم در بیارم. آره که دیگه اینقدر خاکی دیگه. آقا وقتشه که بچه‌ها خداحافظی کنیم. بچه‌های عزیز مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. دمتون گرم که اینقدر انرژی میدید، اینقدر حمایت میکنید، عشق میدید بهمون. ما هم سعی میکنیم هر محتوا و هر کانتنتی که باب دیل شماست دیل باب میل شماست و تو کامنت ها برامون دیل و میگید. میل قاطی شد. اینو دقت کنید. دیل و میل شما. دیل چی میگم؟ آجی دیل و ولش کن. میل شما. آقا بیا برای بچه‌ها دیگه بقیه‌اش اس کن. آره من با دود پیام میفرستم. فارسیمون تموم شد. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. مرسی. یادتون نره که چنل سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو فعال کنید که اولین نفر خبردار بشید ما کی براتون ویدیو میذارید و کامنت انگلیسی بذارید که ساباتون نریزه. دمتون گرم. مخلصیم. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید.